کنم شما هم تو خونه‌تون گردو و بادوم قدیمی دارین که پارسال پیاسا از دهات براتون فرستن. البته اگه دهات دارین. یه ویدیو دیدم که روش راحتی یاد داد که پوست اینا رو بگیرین. بیا بریم انجامش بدیم ببینیم درسته یا فیکه. خب بچه گردو به از این که 10 دقیقه جوشید آب کشیش کردم، یه مقدار سرد شده. حالا بریم امتحان کنیم ببینیم که چه جوری شده. چقدر راحت، باورم نمیشه. این گردوها 2-3 سال بود که تو خونه ما مونده بود، بعد هی گردو میخریدیم روش، این همین جوری میموند. الان ببین چقدر راحت پوستش گرفته شد. یه دیگه امتحان کنم ببین پوستش چقدر راحت داره خورد میشه. با چی جذاب همینجوری در میاد. این گردوها خیلی پوست سنگی بود که ما داشتیم. وای همینجوری راحت داره پوستش جدا میشه بچه‌ها. انقدر نرم شده. گردوها رو به این صورت پوست گرفتم. گردوها نرمن. من میخوام چرخشون کنم بذارم تو فریزر. شما اگه راهی برای خشک کردنش پیشنهاد دارید تو کامنت ها برام بنویسید.